سلام به دوستان عزیزم از کانال آوای حافظ در خدمتتون هستم. غزل 195 حضرت حافظ. غلام نرگس مست تو تاجدارانند، خراب باده لعل تو هوشیارانند. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه سوگوارانند. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین، که از تطاول زلفت چه بیقرانانند. نصیب ماست بهشت ای خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته، که من پیاده می روم و همرهان سوارانند. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کانجا سیاهکارانند. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. کسانی که سرسپرده چشمان مست تو هستند، مراحل بالایی را طی کردند، و آنهایی که بیچاره لعل لب تو هستند از رندان هوشیار هستند. صبا با پراکنده کردن زلفت و اشکهای من باعث شد که مانند یک سخنچین همه چیز آشکار شود، وگرنه عاشق و معشوق راز یکدیگر را نگاه می‌دارند. اگر از زیر زلف خمیده که به دو طرف ریخته شده گذر کنی، خواهی دید که از چپ و راست چه عاشقان بیقراری دارند سوگواری می‌کنند. مانند صبا بر بنفشه زار بگذر و ببین که به خاطر ستم زلف تو سخت بیتاب و قرارند. بهشت نصیب ما می شود ای کسی که لاف خداشناسی می زنی. از ما دور شو، با غرور عبادت و خودپرستی به جایی نمی رسی، و بخشش خداوند شامل گناهکارانی است که به درگاه او روی می آورند. من تنها نیستم که به خاطر چهره زیبای تو غزل سرایی می کنم. هزاران بلبل خوشخوان اطراف تو هستند و برایت می خوانند. ای خضر مبارک قدم، تو دست مرا بگیر، چون من پیاده‌ام و کسانی که همراه من هستند سواران می باشند. به میکده معرفت بیا و رخ گلگون کن. به دیر عابد مرو که در آنجا گناهکاران زیادی هستند. حافظ را از زلف پرتاب و چین خلاص نکن، زیرا کسانی که وابسته موی تو هستند رستگارند. ممنون از همه دوستان عزیز.